چرا خودارضایی برای دختران و پسران جوان میتونه خطرناک باشه؟ خیلی ها میگن خودارضایی طبیعیه، پس هیچ خطری نداره. اما سوال مهم اینه، طبیعی بودن همیشه یعنی بی خطر بودن؟ برای دختران و پسران جوان موضوع فقط یک رفتار ساده نیست، چون مغز، احساسات و شخصیت هنوز در حال شکلگیریه. اولین خطر وابستگی ذهنیه. وقتی مغز به یک لذت فوری عادت میکنه، کم کم برای خوشحال شدن، انگیزه درس، ورزش، ارتباط واقعی و حتی هدفهای زندگی ضعیف میشه. خطر دوم، تغییر نگاه به رابطه و احساساته. بعضی جوانها ناخودآگاه یاد میگیرن که لذت بدون مسئولیت جای ارتباط سالم و واقعی رو بگیره. سومین خطر، احساس گناه، اضطراب و افت اعتماد به نفسه. چیزی که خیلی ها دربارش حرف نمیزنن ولی خیلی ها تجربهش میکنن. و شاید مهمترین نکته اینه، در سنین نوجوانی هر عادتی که شکل میگیره میتونه سالها همراه آدم بمونه. این ویدیو قرار نیست قضاوت کنه، قرار آگاه کنه، چون دانستن همیشه بهتر از ندانستنه. اگر فکر میکنی کنترل زندگی باید دست خودت باشه، کانال رو لایک و سابسکرایب کن تا از آگاهی های جدید با خبر بشی.